فقط 2 دقیقه برای ما وقت بده تا ترست را کاملا از راه اندازی کانال یوتیوبت از بین ببرم. من بارها متوجه این شدم که افراد کوشا، افراد توانا به خاطر ترس از شکست و ترس از قضاوت شدن کانال یوتیوب خود را راه اندازی نکردند و اگر راه اندازی هم کردند با همان انگیزه که داشتند با همان انگیزه بالا آغاز نکردند. در آغاز ممکن شما فکر کنید که برای راه اندازی یک کانال خوب یوتیوب نیاز به وسایل خیلی مدرن و خیلی مخصوص است، اما نه. اشخاص مثل یکی از مشهورترین یوتیوبرها به اسم رایان تراهن، یکی از مشهورترین یوتیوبرها با سابسکرایبر میلیونی، فقط با یک آیفون، موبایل آیفون ویدیوهای خود را ضبط کنید. و ممکن فکر کنید که در آغاز برای که یک یوتیوبر موفق شوی نیاز است که در همان موضوع مربوطه اکسپرت یا متخصص باشید، اما این چنین نیست. مجموعه از یوتیوبرهای موفق که موفقیتشان را حاصل کردن از نظر یوتیوب یک اشخاص بودند که در موضوع مربوطهشان متخصص نبودند، ولی آهسته آهسته از تکرار ویدیوهایشان به موضوعات مربوطه آنها موفق شدند. اولین ویدیوی خراب است. پنجمین ویدیوی هم پست میکنی به احتمال زیاد خراب است. حتی 15مین ویدیوی هم خراب است. اما آخرین ویدیویت یا 15مین ویدیویت یا ویدیوهای خراب دیگه به اندازه ویدیوی اولت خراب نیست. یعنی تو پیشرفت کردی، یک ترفیع داشتی در کار. همچنان یک نصیحت ما از طرف ما به شما این است که منتظر زمان مناسب نباشید. به طور مثال اگر اعتماد به نفس ندارین، منتظری نشین که یک وقت که اعتماد به نفس پیدا کردین وقت شروع کنین. نه خیر، همیال شروع کنین. به طور مثال اعتماد به نفس یک چیز است که بعد از آغاز تو را آهسته آهسته کسب میکنه. و فعلا یک گفتنی برات دارم. قرار است ما سال آینده همچنان همین ویدیو را پست کنم، ولی تو چی فکر میکنی؟ آیا از جمع همه اشخاص هستی که این کارا را نکردی، این راه حلا را انجام ندادی و فعلا به این ترتیب ماندی و اصلا پیشرفت نداشتی و ممکن تسلیم شده باشی، یا آن از جمله او اشخاص هستی که تلاش میکنه، کوشش میکنه و بالاخره یک یوتیوبر موفق؟ پس اگر این راه های هر براتون مناسب میباشه و فکر میکنین شما را کمک میکنه تا موفق شوین، کانال را سابسکرایب کرده و زنگوله بارا را فشار کنید تا ویدیوهای ما را از دست ندید. روز همه‌تون خوش.